مقامات ترکیه در یک هفته اخیر دهها شهروند تاجیکستان را به این کشور راه نداده قرار اخراج آنها را در فرودگاه استانبول صادر کردند. برخی الکی به کشور برگشته ایده هنوز در فرودگاه هستند. مقامات ترکیه و تاجیکستان مسئله را شرح نمیدهند. همکارم مولا رجب یوسفی این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه با او صحبت داشتم. نخست از مولا رجب پرسیدم که مشکل کی آغاز شد. سلام شهلا و درود بینندگان عزیز. حداقل 4 شهروند تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند که مشکلی در آمدن به ترکیه از 14 فوریه سر شد. یکی از آنها گفت روز 18 فوریه به استانبول رفت اما از فرودگاه او را پس گرداندند. به گفته این همصحبت ما 4 روز قبل از رفتن آنها حدود 25 کسی دیگر را از فرودگاه استانبول برگردانده بودند. همصحبت ما گفت او و همراهانش را 3 روز در بازداشتگاه موقتی پلیس در فرودگاه استانبول نگاه داشته 20 فوریه و دوشنبه بازپس فرستادند. این شخص نخواست که نامش فاش شود ولی سندی را به ما پیشنهاد کرد که 18 فوریه قرار اخراج او را صادر کردند. عین همین شکایت را چند مسافر دیگر هم دارند که 20 فوریه از دوشنبه به استانبول پرواز کردند. در نواری که مهاجران به رادیوی آزادی فرستادند 27 نفر و اساساً مردان دیده می شوند که در چند اتاق در فرودگاه استانبول نشستند و یا خوابیدند. سوال دیگرم از مولا رجب این بود که مقامات در این باره چی میگویند؟ ما برای شرح مسئله به سفارت تاجیکستان در ترکیه و کنسولگری کشور در استانبول، اینچنین سفارت ترکیه در دوشنبه و وزارت کارهای خارجه تاجیکستان مراجعت کردیم. هیچ کدام از آنها تا لحظه نشر این گزارش مسئله را شرح ندادند. بعضی از تاجیکستانی هایی که 18 فوریه از ترکیه اخراج شدند به سفارت این کشور در دوشنبه مراجعت کردند و با آنها گفتند که بعضی تاجیکستانی ها را شخص شبهه آور حسابیده به ترکیه راه ندادند. در حالی که شرح مقامات دسترس نیست، بعضی از تاجیکستانی های اخراج شده از ترکیه میگویند که کارمندان پلیس ترک به آنها گفتند سبب پیش آمدن این حالت تیرپرانی یک شهروند تاجیکستان در کلیسای در استانبول بوده است. حمله به کلیسا 28 ینوری امسال صورت گرفت. مقامات ترکیه گفتند یکی از 2 گمانبر حمله شهروند تاجیکستان است. شهروندان تاجیکستان از سال 2018 حق دارند که بی روادید یا ویزا 90 روز در ترکیه استند. البته صدها نفر دیگر با واسطه ترکیه به کشورهای دیگر سفر میکنند، هم به شیوه ترانزیت و هم گاهی برای مدتی در این کشور میمانند. پس مقامات تاجیکستان باید به این قضیه واکنش کنند.